درسی نهایی است و در این درس نهایی یکی از درس‌های مهمترین اویدی یافتن عیب در زنجیرهای اداره کنی در پنل ها. در اینجا ما کاملا چیزا نمی‌بینیم چون امکانات نیست، اما حالت‌هایی که تقریبا اجرا می‌شوند و ما از کجا آغاز کنیم برای سنجش و یافتن عیب. سراول همه وقت در زنجیر اداره کنی فرض کنیم اگر سخیمش موجود باشد بهترین است و سخیمش موجود که نباشد یک کمتر مشکلی را ایجاد میکنه. و پیش از همه یعنی اگر که در صورتی که فرض کنیم همین سیستم اداره کنی پنل اداره کنی است، یعنی تخمین شیت اداره کنی راهاندازی محرک به صورت ستاره سکنجه است و فرض کنیم که یک چند مشکلی در زنجیر اداره کنی است و او را باید ما معین کنیم. اکثر کلی نقصان هایی که با وجود میاد در زنجیر اداره کنی در زنجیر قدرتی احتمالی نهایت کم دارد. پیش از همه این سخیمه اداره کنی است. سراول ما منبع تغذیه همین زنجیر اداره کنی را سنجش اجرا میکنیم. پس از محافظت که یعنی محافظت که ما محافظت نکردگی باشد، یعنی در صورتی که سوختن همین محافظت علاقه زنجیر اداره کنی ما کاملا اجرا نمیشود. و در اینجا معلوم است که زنجیر اداره کنی ما جریان تغییر بنده است، شدتی 220 ولت. این تستر درجه تغییر بنده شدت تغییر بنده میبینیم من برام، یعنی منبع ما علاقه وجود دارد، یعنی توی قسمت درست است. و ما گفتیم که در قسم لایه کشنده حتما ریله حمایه سیربوری تیغه بستش یا که ریله حفاظت از کنترل فضا است، پیگیری فضا، یا که PTC است. PTC در اینجا یک ریله دیگر هم وجود دارد که از پس شوی و زیاد شوی شدت از افتش شدت یا که فوزان شدتی نیز حمایه میکند. این قسمت ریله در همینجا گفتیم پای در پای، یعنی پای در پای با همین تیغه بسته فرض کنیم اگر ریله کنترل فاز باشه و اینچنین باز اگر ریله پس شوی زیاد شوی شدت باشه پای در پای تیغه بستش در همین قسمت گذاشته میشه. پس از سنجیدن منبع حتما ما میسنجیم که یگان تا از همین ریله به کار ندار آمده باشد، یعنی ممکن که زنجیر ما را از سرباری حمایه شدگی است، ممکن که زنجیر ما از پیگیری فضا حمایه شدگی باشد و یا که از افتش شدت یا که فوزان شدتی حمایه شدگی باشد. یعنی این قسم حمایوی است که در هر صورت که همین حادثه ها که رخ داد در زنجیر اداره کنی زنجیر از همین قسمت قطع میکنه. یعنی ما قسمت سنجش انجام دادیم که یعنی فرض کردیم از یگان ریله حمایوی حمایه نشده است و یگان نقصان در یگان سیمی همی یا که یگان کانتکتی زنجیر اداره کنی است. دو اصول اداره کنی است، دو اصول سنجش است، یکی در زیر شدت یکی به شدت. از همه به خطر و اصول بهتر است به شدت، یعنی استفاده از نقلیت، یعنی از این اصول در تست اصول صدا که نقلیت میسنجه. مثال عادی زنجیر اداره کنی ستاره سکنجه از همین قسمت علاقه ما توی جریان میدونیم که نقل است، باید که جریان جوری شود از برآمدی F3 تا درآمدی S1. F3 تا درآمدی S1 رقمی 3.
یعنی نقلیت وجود دارد. توی قسمت زنجیر ما یگان نقصان ندارد. و اگر ما اس یک پخش کنیم باید منبع تا کجا تو ای یک هم ریلی زمان هم که یکیم باید رفته رسیم پخش کن تو ای یکی که یکیم کنتاکتوری که یکیم جدو پخش جدو و اینچین ریلی زمان یعنی این نشانه این است که زنجیر ما توی قسمت کامل است تو قسمت علاقه کامل است یگان نقصان در اینجا وجود ندارد و به همین مانند ما این قسمتی زنجیر سنجش میکنیم تو درآمدی فرض کردیم کید ام یعنی از 3 ماه اگر بگیریم تو درآمدی که کید ام است تو درآمدی کید ام تیغه باز یعنی تو اینجا از اینجا برآمد رفت تو طبق نقشه تو کیس ام یکی کیس ام یعنی هر مورد اگر یگان نقل در همین نقطه اگر در همین زنجیری داره که نقصان داشته باشد یعنی کنده شدگی باشد ما او را با آسانی یافته میتونیم این در حالتی که نقل کنده شدگی باشد اما باز حالتوی میشود که کنتاکتوی یاری رسونی ما کار نمیکنند و او را و این همون بس از همین اصول هم ما میتوانیم که کنتاکتو را بینیم پس کنیم ما در این قسمت استفاده کردگی تیغه بسته کیس ام کنتاکتوری کیس ام تیغه بستش درست است تیغه بسته ما کار میکنه تیغه باز ما تحریک میکنیم کنتاکتور به منبع است یعنی منبع ما قطع است هر دو تیغه کار کرده است یعنی کنتاکتوری کیس ام کیس ام کامل است درست است فرض کنیم در این کنتاکتور می‌بینید که تیغه باز علاقه بسته تنها یک تیغه کار میکنه باقی مانده تیغه بسته شدگی یعنی کار نشوی هم شدگی است این کنتاکتوری ما و همین سنجش یعنی این قسمت سنجش بود به منبع یعنی ما استفاده از نقلیت کنتینیتی زنجیر سنجش کردیم یعنی کدام حالت دیگر رخ داده ممکن است فرض کردیم ما یک نقصان درجه خود ساخت اجرا میکنیم کید ام تقریبا نقلش کارنشوی هم است یا که کنده شدگی است از تیغه بازش اجرا میکنیم کید ام بود کید ام ما بود اساسی وصل یعنی وصل شده است اما خود نگاه دارندش اجرا نکرده کار نکرده است در اکثر موارد همین نقصان با وجود می آید که حتما برای ما لازم می شود که همین کنتاکتور تیغه باز شد که موازی با کلید وصلی است با همی است ما نظارت کنیم یعنی طبق نقشه بینیم در اینجا میدونیم که همین تیغه باز کید ام ما هم این قسمت نگاه میداره و هم با این قسمت نگاه میداره از همین جهت نقصانی که در این قسم وجود داشت علاقه سبب شد که کلان همین قسم ما این قسم و این قسم نگاه دارندش کار نکرد منبع را قطع میکنیم بسیاری موارد در سوالو با میون میاد که کنتاکتور راه اندازی شده است اما وضعیت خچه نگاه نمیداره وصل خچه نگاه نمیداره حتما لازم است که ما همین تیغه بازی که موازی برای نگهداری است همین را سنجش کنیم یعنی باقی مانده جوابگو است کنتاکتوری ما تحریک شده است وقتی که منبع را ما میدیم این نشونه اون است که کنتاکتور علاقه
کار کرده ایستاده است، اما حالتهای دیگر هم شدنش ممکن است. سنجشی در زیر شدت ما تست را میگیریم. علاقه منبع ما معلوم است. ما میدونیم که کانتاکتر ما تحت شدت 380 یا که 220 ولت یا که 24 ولت دیسی مستقیم یا که دویم کار میکنند. علاقه در این نقشه ما 230 ولت است. کلی سنجش ما شدت میمونیم، شدت تغییر و بنده. کلی سنجش ما با استفاده از نیترال و نقطه لازمی فرض کردیم همین نقطه، این نقطه تو این نقطه را میبینیم. طبق نقشه ما میدونیم علاقه که باید توی قسمت شدت ما جریان ما جاری شدگی باشد تو تگمه استارت، یعنی معین است. شدتی 300 شدت یک کمتر زیاد است از شبکه 360 ولت است. متاسفانه نه دیگر نقصان است. ما بین 0 باید گیریم، بین نیترال خطا کنیم، بین نیترال و درآمدی 3 رقم 3 استارت، یعنی درست توی قسمت منبع هست. و اگر ما تگمه را پخش کنیم کانتاکتر تحریک نشوه، این حرکت نکنه، این نشونه اون است که یا منبع به کانتاکتر تغذیه نشده ایستاده است که او را ما میتونیم با واسطه چنین از A1 به A2، یعنی ما تست را به این شکل میگذاریم، به این شکل از A1 به A2 و پخش کنیم. استارت پخش میکنیم. جاری است، یعنی نشونه اون است که کانتاکتر کار کرده است. اگر که منبع در اینجا وجود داشته باشد در A1 A2 و شدت هست اما کانتاکتر حرکت نکرده باشد، نشونه اون است که کانتاکتر ما کارنوشته هم شدگی است. این تعویض کردن نکن، عوض کردن نکن. باید قید کنیم که اگر که شدت تغذیه کانتاکتر و سیمپیچون 380 باشد، بهترش که اصولی زیر شدت استفاده نکنیم، برای که خیلی هم اصولی خطرناک است، احتمالی زیر شدت موندنش وجود دارد. و در اینجا اگر شما یک صدا را شنیدگی باشیم، بار دیگر میخوایم صدا را بینیم، ما این کانتاکتر را به منبع تعیین میکنیم به واسطه ما این کانتاکتر را به واسطه با این автомат گیرون میکنیم و میبینیم که یک صدای حاصل میشه. کانتاکتر ما کار نمیکنه بلکه لرزش اجرا میکنه. سبب اساسیش در این است که موضوع سببش نشون میدیم. اگر همین حادثه رخ داده ایستاده باشه منبع تغذیه سیمپیچی کانتاکتر ما 380 است. ما او را با منبع 220 ولت پیوست کردیم و در کل سخیمه ما اگر نظارت کردگی باشه هم خیلی چنین صدا وجود دارد در یک کانتاکتر. ما بار دیگر میبینیم او را در یک کانتاکتر ما هست علاقه. یعنی کانتاکتر که یکی ما یک کمتر لرزش کرده ایستاده است. این صدای هوایی لزمون کرد، اما کانتاکتر که یک ایم که سیم که دیم یگون صدا تقریبا ندارم. سببش میبینیم.
манбаи тағзияи контакти симпечи мо 380 аст. мо дар шиддати 220 волт истифода кардем ва ларзиша иҷро кардем. аммо ин контактори мо контактори кулони мо манбаи тағзияшон 220-230 волт ва басомади 50 Гц аст. яъне ҳар сурат ки агар контактор ларзида истода боша, ин нишонаи он аст ки манбаи тағзияи ӯ кофӣ нест. агар ки 380 боша, шумо дар 220 пайвастинед. фарз кунед контактор корношоям шуд, шумо омаде контактора иваз карде, аммо ларзиша иҷро карда истодааст. аммо ларзида истодааст. яъне нишонаи он аст ки контактори шумо дар шиддати 380 аст. ва боқимонда нуқсоное ки ҳастанд аксаран дар ноқило ба вуҷуд меояд, дар контактҳо гуфтем. инҳоро шумо дар ҳамун рафти санҷиш метавонед баррасӣ кунед. ва аввалан вақте ки шумо ҳамун шита ё ки панела мекушоед, пеш аз ҳама бо чашм мебинед ки ягон чиз сӯхтагӣ набошад, ягон ноқил кандагӣ набошад. ва баъд ин усулҳо ва ҳамин методҳоро барои санҷиши занҷирои идоракунӣ иҷро мекунед.